یادم میاد چند سال پیش ما مسیر هرات رو میرفتیم به سمت نیمروز. خب یه بخشایی از این مسیر دست دولت اون زمان بود، یه بخشایی هم دست در حقیقت طالبان بود تو مسیر که ما میرفتیم. 20 بازرسی‌های مختلف تا رسیدیم به نیمروز. یه جایی یکی ما رو نگه داشت، یه دو نفر وسط جاده بودن و یه موتور هوندایمون بغل جاده، اون مسلح اونجا ایستاده، دو نفرم اینجا تو جاده بودن. بعد با احترام ادب کارتای شناسایی ما رو خواستن و فلان. بعد من گفتم شما؟ گفتم ما همین طالبان هستیم. اون زمان هنوز پیروز نشده بودن. بعد یکی از این دوستان دید دمپایی پاشو یه شالی هم انداخته و بعد یه موتور هوندا اون بغل زده، دوتا وسط جاده واسدن. بعد گفت که این دوست ما حالا از روی مطایبه و خوشطبعی و اینا خطاب به این گفت، جوانی بود، خطاب بهش گفت که با همین دمپایی ها میخواد آمریکا رو بیرون کنید. خطاب به این به شوخی گفت با همین دمپایی ها تو میخواد این آمریکایی ها رو از افغانستان بیرون کنید. یک مرتبه زد اینطور به سینش به دلش کن، نه لالا با این ایمانی که توی دل هاست با این بیرون میکنیم، نه با این دمپایی ها. ما یک زمانی رفتیم به همین هرات افغانستان. خب اینجا جناب حافظ محمد کریم صالح هم بعدن ما رو سروان دید، بنده خدا کلی تشکر کرد، گفت ما اینجا که میرفتیم صفهای متحاربی بود، هر کس با یکی دیگه در حال جنگ و عداوت بود، صوفیا برای خود جدا بودن، تبلیغیا برای خود جدا بودن، علما برای خود جدا بودن. گفت این دفعه که ما رفتیم دیدم همه صحبت‌ها رو گوش میکنن، همه طیفا و قشرا هستن، از مجاهد گرفته و از صوفی گرفته و از عالم گرفته و از صوفی گرفته و همه نشستن پایسا. گفتیم چیه؟ بعد اونا گفته بودن که فلانی چون آمده، اسم ما رو برده بودن. چون ما که به افغانستان میریم یک عده دوربر ما میرزن میگن آقای تبلیغیه، زندگی تو دعوت گذاشته. یک عده میگن این صوفیه، مدرسه های مولانا مادومر سربازی درس خوانده و مولانا کیمختر درس خوانده. یک عده حالا حسن زن و ناس میگه این مولای است، مولویا به خاطر او دوربر ما میرزن. یک عده دیگه به قول معروف میگن آقا نه این مجاهدیه، صبح تا شب این طرف دعوت و تبلیغ و فلان و فلان و فلان، خانه کاشانه نداره. بالاخره همه میان پای صحبتام و صحبتام طوری هست که اصلاحیه و همه دوست داره. یعنی یک طیف و قشر خاص رو ما رو تاکید خیلی نمیکنه، رو اصلاح، رو خودسازی. یک زمانی یکی از این لیدرها و سرمایه‌دارای هرات چند تا بچه داشت. یک بچه او تبلیغی بود، یک بچه او صوفی بود، یک بچه او مجاهد بود، از هر مدل بود. خودش هم ماشاءالله 3-4 تا زن داشت، سرمایه‌دار عمده بود. این صبحانه ما رو چند روز دنبال ما بود که یک شامی بیایم. ما وقت نمیشد چون جلسات اونجا ماشاءالله زیاده. ملت افغانستان یک ملت ماشاءالله پرطلبه. یعنی باور کنی از صبح که ما شروع میکردیم تا شب شاید 10 تا 15 تا جلسه پشت سر شب دیگه گلو کیپ میگیره. تو پاساژا میرفتیم آقا، هر موقع میرفتیم مغازه همه تعطیل جمع میشدن بیام بگم آقا. گاهی شده ما نماز جمعه یک جا صحبت میکردیم، بعد از نماز جمعه بعد میرفتیم یک جای دیگه صحبت میکردیم. ملت بیرون نمیرفتن بعد نماز جمعه که ما صحبت کنیم، اینقدر طلب. به هر حال خانه بنده خدا گفتیم وقت نمیشه، آخر گفتیم یک صبحانه میام پیش. صبحانه رفتیم اونجا. حالا رفتیم اون بچه مجاهد رفته، همون کسایی که گرایش جهادی داشتن اونا رو دعوت کردن. او صوفیا رو دعوت کرده، او ملا رو دعوت کرده. این طور ماشاءالله شده یک جمعی که هر مدل توی هست. بعد یکی از اون علما آمد یواشکی به ما گفت که فلانی این صحبت مواظب باش که این هر مدل توی هست، اینا مثل انبار باروتی هن. اگر یک ذره به قول معروف حاشیه بری و به یکی بر بخوره این جلسه بم بخوره. یا الله تو فضل کن. اینجا هم که دیگه ماشاءالله آماده این اینا. بعد یک صحبتی شد، صحبت سعی کردم اصلاحی باشه که به کسی بر نخوره. یه دفعه صحبت که تمام شد صبحانه ما همینطور سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله که زودتر جمع بشه بریم، خیلی رو ما فشار بود. بعد میدیدیم که اینا چشقره میرن، این به او یک حالتیه اینجا دیگه. داشت خوب جمع میشد دیگه، در شرف حرکت کرده بود. یک دفعه یکی از عزیزای تبلیغی ما که خیلی هم داغ بود و تازه از چهارماه رایوند آمده بود بلند شد از وسط، گفت یک سواله جنابالی، تو بعد از جلسه انشالله سوال بپرسید. نه همین الان باید جواب بدید عزیزم، بعد از جلسه انشالله ما در خدمت شما هستیم. نه آقا، دعوت و تبلیغ فرض هست یا نیست؟
یا الله اینو چیکار کنیم؟ بعد همونجا حقیقتا ما خورده متوجه شدم یا الله تو خود تو فضل کن به برکت اساتید ما مشایخ ما چیزی به ذهن بده چیکار کنم خدا جوابی چی بدم من الان؟ بعد دیدم که اون مولویای دیگه هم که نشسته بودن صوفیا و مجاهد بله اینو جواب بده این مسئله اساسی اتفاقا تو ذهن ما هم همین بود فرض هست یا نیست دعوت تبلیغ او ارتباطی که اون لحظه با الله تعالی برقرار شد مثل ارتباطی که تو پرایدا وقتی کنار تریلی رد میشی برقرار میشه یک تکانی طور تریلی میخوره این طور به الله وصل میشی که هیچ چی طور انقدر به الله وصل نمیشه اون لحظه یک وصلی با الله بود که شاید کمتر تو زندگی تجربه کرده بودیم تو همون چند دقیقه و چند ثانیه بعد الحمدلله برکت اساتید و مشایخ ما الله تعالی یک چیزی به ذهن داد گفتم ببین عزیزان سوال قشنگی عزیز ما کرد چند چیز از مقاصد بعثت انبیا بود تزکیه و اصلاح تعلیم و تعلم دعوت و تبلیغ اینا از مقاصد بعثت انبیا علیه السلام است الله تعالی خودش میگه قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه این چند تا چیز از مقاصد بعثت انبیاء دعوت و تبلیغ تعلیم و تعلم تزکیه و اصلاح اما دعوت و تبلیغ فرضه ولی جماعت های تبلیغ امروز یکی از بهترین روش های است دعوت و تبلیغ چیه؟ فرضه و این جماعت های تبلیغ یکی از بهترین روش های عصر حاضره نه تنها ترین یکی از بهترین روش های عصر حاضره تعلیم و تعلم فرضه حوزه های علمیه یکی از بهترین روش های تعلیم و تعلم عصر حاضره نه تنها ترین که کسی اگر تو حوزه درس نخوان دیگه مولوی نمیشه و تعلیم و تعلم به درد نمیخوره چرا ممکنه کسی دیگه به روش دیگه هم تعلیم و تعلم بکنه عالم هم بشه اما بهترین روش در حال حاضر حوزه های علمیه برای تعلیم و تعلم تزکیه نفس فرضه اصلاح و تزکیه فرضه یکی از بهترین روش ها همین روش تصوفی که الان در جامعه ما وجود داره و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بلند شدیم که سال بعدی شروع نشد بعد دیدم آمدیم بیرون الحمدلله او هم معانقه کرد او هم بغل کشی کرد او هم راضی شد هم راضی شد یکی از علما آمد عالم بود اونا علما اینا خیلی عالمن بعد آمد و بیچاره پیشانی ما رو بوسید گفت خوب در رفتی گفتم فضل الله بود الله تعالی خودش به قول معروف فضل کرد و لحظه یک چیزی به ذهن داد وگرنه اینجا به ایستادگی در آمدن مگه الله خودش فضل کرد از روزی که ما جهاد رو ترک کردیم این ذلت ها برای ما آمده از روزی که ما جهاد رو ترک کردیم قوت ما درون خود ما داره بر علیه خود ما صرف میشه جهاد بود قوت و غیرت جوانهای ما تو میدان جهاد برای کفار صرف میشد اما غیرت حالای ما شده خالوبازی تو پای باد چاقو کشی و عربده کشی مسلمان بر مسلمان جهاد ترک بشه قوت ما صرف خود ما میشه برادر کشی ها جنگ های داخلی جهاد عزت ماست و امروز هم مسئله فلسطین فقط با جهاد و عدالتی و سیاستی مثل سیاست عمر حل میشه حضرت میرزا مظهر جان جانان یکی از عرفا هست ایشون وفات کردن خانواده خیلی پریشان بودن در فراق ایشون شهید شدن یکی از فرق زاله ایشون رو شهید کرد خب خانواده همه پریشان بودن از این مرگ ناگهانی از این شهادتی که یه دفعه وجود آمد تو همون حین کفن و دفن اینا لباسی رو که میخواد سنت تنشون در بیارن دیدن تو جیبشون یه نوشته یه دستخطیه که معلومه تازه نوشته به زبان اردو نوشته بود دستخط خودش بود که کل خانواده رو دیگه اطمینان داد دلای همه قرص شد شعر نوشته بود که لوگ کہتے ہیں کہ میرزا مر گیا اور میرزا در حقیقت گر گیا همه مردم فکر میکنن که میرزا مرد میرزا به خونش رفت به منزل اصلیش رفت میرزا برای جنت زندگی میکرد میرزا برای لقاء خدا زندگی میکرد همه زندگی شب و روزش وقف آخرت بود لوگ کہتے ہیں کہ میرزا مر گیا اور میرزا در حقیقت گر گیا
به خانه خودش رفت. برای همینه که دوستان الله تعالی حتی از مرگ که بزرگترین مصیبت هاست پروا ندارن. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب خاک. من تو این دنیا بیگانم، اینجا جای من نیست، تبعیدگاه اینجا، منو برای امتحان آوردن اینجا منزل من نیست. من مرغ باغ ملکوتم، من با این عالم اصلا سنخیت و مجانستی ندارم، من مال آخرتم. این هر لحظه برای این آمده. شاید الله مهلت بده چند سبایی با حسد با تکبر، اما اگر الله به میدان انتقام آمد و شلاق الله بلند شد، به خدا ما کوچکتر از اونیم که از این شلاق فرار. سنت های ظاهری پیغمبر رو خوب زود اجرا میکنیم. پاچه شلوار پیغمبر کجا بوده؟ اینجا. چقدر بالا ببرم اون حد اعلای سنته؟ تا نیم ساق. سبیلا رو چطور بزنم؟ موها رو چطور بلند کنم؟ جناب اینا سنت های رسوله، قبول، نشانه عشقه. اما رسول الله یه سنت هایم در دل داشته، نه اینکه ظاهر مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تمام سنت ها زنده، اما دل فرعون، دل نمرود، دل قارون، پر کینه، پر عداوت، پر نفرت، پر از عیبجویی، پر از نمامی، پر از سخنچینی. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی میتونه در حالی صبح کنه که نسبت به هیچ مسلمانی در دلش غل و غشی نباشه، کینه و عداوتی نباشه، این کار رو بکنه. ذالک من سنتی. اینطور دل داشتن سنت منه. سنت صورت رو فهمیدی، سنت پاچه شلوار رو فهمیدی، سنت فلان رو فهمیدی، اما سنت دل رسول الله یه دل بیکینه، یه دل بدون عداوت، یه دل از خالی از حسد، یه دل از خالی از عیبجویی و نمامی و تحقیر دیگران. این هم سنت حضرت رسوله. داری اینا که کس نکشود است و نکشاید به حکمت این معما را. حافظم میگه عاشق باش. حدیث از مطرب و میگو یعنی لوازم عشق رو برای خودت پیدا کن. عاشق بشو، سوز و عشق و درد در درون خودت پیدا کن. بعد به رازهای آفرینش پی میبری، بعد رازهای آفرینش برات رو میشه، بعد آتش برای تو برده و سلاما میشه، بعد تو میبینی که این دنیا همه چیز سر جاشه و همه با خدا زنده. اینا رو پیدا کن. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو. اینا رو با قیل و قال و سینجین و اینا رو صرفاً با کلمات جملات به حقیقت اینا نمیتونی برسی. چطور میشه؟ بابا این عقل محدود بشری ما امروز میگیم که اینا یه روزی با خدا گویا میشن، یه ده میخندن. اگر 500 سال پیش به ما میگفتن که این یه زمان حرف میزنه، این همین تکه میبینید این حرف میزنه یه زمان، 500 سال پیش به یه نفری میگفتن، مثلا میگم زمان خود مولانا، زمان غزالی، این حرف میزنه، این یه زمان گویا میشه، این چی میگفتن؟ آقا این خدا بیچاره تعطیل شده مغزش، پلاستیک هم حرف میزنه، یه چیز جامد هم حرف میزنه. عقل ما یه پیشرفت 500 ساله دنیا رو نمیتونه قشنگ تجزیه تحلیل کنه. چطور میخوایم ما اون عالم معنا، اون عالم حقیقت، اون عالمی که مبدأ خلقت و آفرینشه، درک درستی از اون عالم داشته باشیم؟ ما همین عالم یه اختراع 400-500 ساله رو نمیتونیم درست درک کنیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم. در آخر الزمان هم کسانی میتوانند از فتنه مادیت دجال نجات پیدا بکنن که فقط ایمان راسخ دارن، فقط با ایمان راسخ، فقط با یقین کامل هست که انسان میتونه از فتنه بزرگ این امت که تا به حال اینطور فتنه ای رو دنیا به خودش تجربه نکرده، از اون فتنه فقط انسان با ایمان راسخ میتونه حفظ بشه.
او ایمانی که امروز در مقابل 5000 تومان و 10,000 تومان میلرزه، او ایمانی که امروز در مقابل یه CD مبتذل و یه سکس و سایبر سکس همش از سرش میره، او ایمانی که گاهی وقتا در اثر یه چیز کوچک کوچک دنیا معامله میشه سر بازار و مفتکی از دست میده، صبح مؤمنه شب کافره، شب کافره صبح مؤمنه، توی تذبذب داره زندگی میکنه، اون ایمان ها در مقابل فتنه دجال نمیتونه ایستادگی کنه. چون دجال هر نوع تردستی و هر نوع چشم‌بندی بلده. دجال اگه بیاد، الان من و شما خیلی کارا رو میکنیم میترسیم، میگه آقا یارانه قطع نشه. خیلی کارا رو ما داریم الان انجام میدیم آقا، ته 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 حرفمون اینه که خدا نکنه 1000 تومن از جیبمون کم بشه. اما اون وقتی که اون میاد میگه توی دستش جنت، توی یک دستش جهنم، یعنی میتونه زندگی رو برای یه فرد مثل دنیا رو، یعنی ظواهر مادی دنیا رو میتونه همه شو در بس به یه نفر بده و میتونه یه نفر رو همه چیز رو ازش بگیره، صفرش کنه. میگه اونجا فقط ایمان انسان رو نجات میده. سپاهی هم از اجنه باش همراهه و با این اجنه ای که باش همراه هستن 1000 تا ترفند و چشم‌بندی و 1000 تا چیز انجام. جامعه ای که از کریم چوپون فریب میخوره از دجال فریب نمیخوره؟ بگید شما. جامعه ای که یه رمال، یه فالبین، یه پریزن کنار خیابون میتونه فریبش بده، ایمانش، باورش، اعتقادش همین قدر نیست که در مقابل اینا بیسته، بعد میتونه در مقابل اون فتنه بزرگ مثل فتنه دجال بیسته؟ قطعا نمیتونه. تنها چیزی که انسان رو از اون فتنه بزرگ اون روز نجات میده ایمان قوی به آخرت و به ذات الله. شریعت میگه شما گاهی دروغ بگید 2 نفر رو با هم دیگر نزدیک کنید، اشکال نداره. دروغ چند جا جواز داره. یه جا به خاطری که 2 تا دل رو به هم وصل کنی، به خاطری که اختلافی که در حدیث آمده حالقه، یعنی برنده است، میبره ریشه های مودت و محبت و انسجام اجتماعی و ریشه های دوستی رو، ریشه های عبادت و طاعت و بندگی رو میبره همه رو از بین میبره. به خاطر که جلوی این همه آفت رو بگیری، گاهی وقتا 2 نفر رو به هم فوراً نزدیک کن، اصلحوا بین اخویکم، با زبانت استفاده کن، ولو این که دروغ باشه 2 نفر رو به هم وصل کن. اما ما به جای اینکه دروغ بگیم 2 تا رو به هم وصل کنیم، دروغ میگیم. 2 نفری که یکم به هم نزدیک هم هستن چی میکنیم؟ از هم دور میکنیم، بعد نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم.